سلام به دوستای خوبم، روزتون بخیر. من دوباره اومدم با یه دونه مرکز تفریحی جدید. توی شهر کلیبرون توی بادن بوتنبرگ یه پارک بازی هستش، یه شهر بازی بسیار بزرگ هستش به اسم تریپس دریل که حتما بهتون پیشنهاد میکنم بریم. بسیار جای قشنگیه. یه شهر بازی بسیار قدیمی هستش. اون از سال 1929 شروع به کار کرده. حدوداً 77 هکتار زمینه. توش سه قسمت بزرگ داره. یه قسمتش که همون شهر بازی که الان براتون توضیح دادم که بسیار بزرگه و از بچه های 1 سال تا آدم های بزرگسال 99 سال اونجا موضوع برای بازی کردن دارن. قسمت دومش فیلد پارادایزه که یه راه جنگلیه که حیوانات مختلفی توش هست و شما میتونین باش بازی کنین، و یه قسمت هم هستش که برای اینکه اگه دلتون بخواد شب اونجا بخوابین. حالا تجربه خیلی جالبه خواهد بود. حالا توضیح میدم براتون. قسمت اول شهر بازیشو شروع میکنم براتون. قسمت شهر بازی اولا که گفتم 77 هکتاره. حدودا 100 تا بازی مختلف اون تو هستش که اصلا به نظر من برای یک روز حتی کافی نیست. فکر کنم حتی اگه بخواین همه بازی ها رو برین 2 روز یا 3 روز احتیاج دارین که تو این شهر بازی باشین، به خاطر اینکه موضوع خیلی زیاده، زمین خیلی بزرگه و هر کدوم از بازی ها بالاخره جذابیت های خاص خودشون رو داره. ولی کن خیلی جای قشنگیه. اولا که چون به حالت قدیمی درست شده، خیلی حالت های قدیمی خود آلمان رو داره، مثل یه شهر کوچیکی توی آلمان میمونه، ولی کن پر از بازی های مختلف هستش. پر از تونل های وحشت، ترنهای هوایی. ترن هواییش بسیار مختلفه. یه دونه قدیمی چوبی داره که همه چی چوبیه. بهتون حتما پیشنهاد میکنم بریم ببینین. برای بچه های کوچیک هم همونطور که بهتون گفتم، از بچه های 1 سال هم اونجا به اندازه کافی وسیله بازی هستش. به همین خاطر اصلا مهم نیست که در چه رنج سنی هستید، چه بچه کوچیک داشته باشین، چه آدم جوان باشین، چه بزرگسال باشین، برای همه موضوع اونجا برای بازی هستش. مخصوصا برای بچه های کوچیک بازی های خیلی قشنگی هستش که اصلا ناخودآگاه بچه ها رو جذب میکنه به خودش. شما برای یک بارم که اه، بلیت پارک رو بخرید میتونید از همش، از کل روز، از صبح تا شب، تا از صبح تا عصر، یعنی حالا شب که نه، تا عصر از همه بازی ها استفاده کنید. هیچ محدودیتی نداره. ترن‌های جدید زیادی اونجا باز شده. دفعه قبل که من رفتم 3 تا 4 تا ترن جدید توش اومده بود که برای بچه‌های جوان‌تر، پسر دخترای جوان، تینیجرها، مطمئناً خیلی هیجان انگیز خواهد بود. خود من جزو آدمایی بودم که حداقل این چیزای بازی‌های جدید رو حداقل 2 تا 3 بار تجربه کردمشون. بسیار هیجان انگیز بود. خیلی جالب بود که هم حالتهای قدیمی خودش رو داشت. یعنی که فکر نکنی که چیز خیلی مدرنی شده بود. مدرن رو با چیزهای قدیمی قاطی کرده بودن و بسیار جالب. از طولنایی وحشت خیلی جالبی رد شدیم. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما تجربهش بکنین. قسمت های بعدیش رو که میخواستم براتون توضیح بدم، یکی قسمت ویل پارادایزشه که یه حالت سافاری میمونه. حتما تجربه کردید سافاری، ولی سافاری این دفعه پای پیاده هستش. یعنی شما باید تو راه مسیر جنگلی پیاده برید. اونجا حدوداً بنا به گفته خودشون 60 مدل حیوان اونجا هستش توی راهی که میرید، و برای بچه ها بسیار تجربه خیلی خوبی خواهد بود، بخاطر اینکه حیوان اجازه میدن شما بهش نزدیک بشین، میتونین باشون نوازششون کنین، بعضی رو میتونین بغل بکنین، میتونین غذا بهشون بدین. و اگر کسی دلش بخواد این تجربه رو داشته باشه با بچه‌هاش، فکر میکنم 1 روز کامل رو احتیاج داره که فقط همین ویل پارادایز رو بگرده، به خاطر اینکه خیلی فضای قشنگی است. جنگل بسیار زیبایی داره. حیوانات مختلفی هستن برای تجربه کردن بچه‌ها. به همتون پیشنهاد میکنم که این کار رو بکنین. ولی خود همین ویل پارادایز احتیاج به 1 روز کامل داره. یعنی فکر نکنید که میتونید همه رو با هم دیگه انجام بدین. و همین خاطر پیشنهاد میکنم که اگر فقط ویل پارادایز رو میخواین بردارید، فقط برای اون بلیت خرید کنید. اگر میخواین البنس پارک رو استفاده کنید، فقط برای اون تیکت رو تهیه بکنید. البته یه امکان بسیار خوب دیگه هم که خود این قسمت برای ما گذاشته، جایی برای شب موندنه. خیلی تجربه جالبی خواهد بود، به خاطر اینکه شما دیگه توی هتل نمیخوابین، بلکه توی کلبه جنگلی میخوابین. و حتی یه جایی داره که واگنایی که
گوسفندا رو توش نگه می‌دارن، با شکل یه اتاق خواب تبدیل شده و شما میتونید اونجا استفاده کنید. قیمتش هم خیلی مناسبه. تجربه خیلی خوبی خواهد بود. اگر تصمیم دارین که یکی دو روز اونجا بمونید، میتونید شب توی یک کلبه جنگلی بخوابین. تجربه خیلی خاص و خوبی بوده و امیدوارم که لذتشو ببرین. اگر چیزی هست که میتونم بهش اضافه کنم، حتما منو در جریان بذارید. ممنون.